گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار ششم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. چهارم، ترکیب نژادی اهالی آسیای میانه در عهد برنجی، مسئله آریایی، عمومیت هندو ایرانی، آریایی ها. اکادمیک بابا جان غفورov در زیرباب مذکور به یکی از مسئله های مهمترین و کلیدی تاریخ مردمی آریایی تبار از جمله تاجیکان دست زده است. و میان گذاشتن مسئله عمومیت هندو ایرانی و مسئله آریایی ها در زمان تألیف کتاب تاجیکان جسارت و مهارت بلندی عالمانه را طلب می نمود. خوشبختانه بابا جان غفورov توانست در زمینه تحلیل و تشخیص مدرک ها و تحقیقات تاریخی ماهرانه و عالمانه این دو مسئله نازک را مورد بررسی قرار دهد. واقعاً تحقیق روندهای اتنیکی عهد برنجی آسیای میانه برای کاملاً روشن نمودن تاریخ رشد من بعده منطقه و کشورهای همسایه که از هندوستان تا اروپای جنوب و شرقی مساحت بزرگی را اشغال کردند اهمیت مخصوص را صاحب می باشد. اما موجود نبودن منبعهای خطی و تا حال به یک معنا شرح و توضیح نیافتنی بازیافت‌های باستانشناسی باعث به میان آمدن مشکل‌ها در آموزش تاریخ اتنیکی آسیای میانه عصر برنجی گردیده است. با وجود این تأکید می نماید اکادمیک بابا جان غفورov معلومات موجوده دایر به از آغاز دوره تاریخ در سرزمین آسیای میانه و کشورهای همسایه سکونت داشتنی قوم و طائفه های مختلف، اینچنین مدرک های فراوان تاریخی و زبانشناسی و نتیجه کارهای باستانشناسی امکانیت می‌دهد که چند خلاصه مهم و به حقیقت نزدیک پیشنهاد گردد. اولا مأخذهای خطی با اعتماد سنه تألیفشان انیق خبر می‌دهند که عصرهای 7-6 پیش از میلاد در این سرزمین قوم و طایفه های ایرانی نژاد، سوغدیان، باختریان، مرغیانی ها، خوارزمیان، پارت ها و قبیله های گوناگون سکایی زندگی می کردند. بعداً در نتیجه حفریات و بازیافت های جداگانه باستانشناسی به دست ما متن‌های رسیدند که آنها با چندین زبانهای ایرانی نوشته شدند و همین زبانها در دوره قدیم و اولی عصرهای میانه در حدود آسیای میانه و کشورهای هممرز آن پهن گردیده بودند. این پیش از همه زبانهای باختری، سوغدی، خوارزمی،
و خوتن و سکایی بودند که به گروه زبانهای شرق ایرانی داخل می شدند. آثار زبان خوتن و سکایی در ترکستان شرقی یافت شده است و از زبانهای حاضره ایرانی زبان وخانی که به گروه زبانهای پامیری داخل می شود به زبان خوتنی خیلی نزدیک است. زبان پارتی که نیز یکی از زبانهای قدیمه آسیای میانه به حساب می رفت، گرچند به گروه زبانهای غربی ایرانی داخل می شد، کاملا در زیر تأثیر زبانهای شرق ایرانی قرار داشت. محض در نیمه اولی هزاره یکمی پیش از میلاد در زمینه لهجه های یکی از ولایت های آسیای میانه زبانی کتاب مقدس زردشتی اوستا تشکل یافته است. در علم زبانشناسی به گروه زبانهای ایرانی زبان فارسی به سه مرحله معلوم رشد خود، فارسی قدیم، فارسی میانه و فارسی نو، زبانهای تاجیکی، کردی، بلوچی و دیگر زبانهای غرب ایرانی، زبانهای افغانی، پشتو، آسیتی، پامیری و دیگر زبان و لهجه های شرق ایرانی داخل می نمایند. در نوبت خود زبانهای ایرانی با گروه زبانهای هندی یا زبانهای هندو آریایی رابطه نزدیک دارند. زبان هندو آریایی همان زبانهای هندوستان است که از زبانهای غیر هندو اروپایی این کشور از قبیل دراویدی و مونده فرق می کنند. برای همین زبانهای ایرانی یک جایه با زبانهای هندو آریایی، شاخه های هندو ایرانی یا خود آریایی عائله زبانهای هندو اروپایی را تشکیل می دهند. با عائله زبانهای هندو اروپایی همچنین زبانهای اسلاویانی، گرمانی، کلتی، رامانی، یونانی، ارمنی و یک قطار زبانهای دیگر نیز داخل می شوند. نزدیکی همه این زبانها به هم دیگر که خصوصا در زمانهای قدیم و قسما امروز هم مشاهده می شود، از ابتدا به یک عائله تعلق داشتن آنها را نشان می دهد. علمهای معاصر محل تشکل این عائله زبانها را در زمانهای خیلی قدیم به این و یا آن ناحیه منطقه بین اروپای مرکزی و بالکان در غرب، در دشت‌های پهناوری اوراسیا در شرق نسبت می‌دهند. البته در ابتدا این زبانها به شکل لهجه‌های گوناگون موجود بودند و صاحبان آنها در خطه وسیع زندگانی می‌کردند، ولی با هم رابطه بسیار نزدیک داشتند. بعدتر این لهجه‌ها به خود شکلی معین می‌گیرند و به تشکل زبان‌های تاریخی هندو اروپایی، یونانی، اسلاویانی، گرمانی و غیره اساس می‌گذارند. زبان‌های هندو آریایی و ایرانی در ابتدا یک گروه واحدی زبانی را تشکیل می‌کردند و آنها محض با همین از پیشگذشتگان دیگر گروه‌های زبان‌های تاریخی هندو اروپایی تفاوت دارند. پیوستگی و ریشه یگانه داشتن گذشتگان طایفه‌های ایرانی و هندو آریایی را پیش از همه نزدیکی زبان آنها نشان می‌دهد. آموزش و مقایسه زبان‌های گوناگون ایرانی و هندو آریایی، علل خصوص زبان‌های اوستایی و فارسی قدیم از یک طرف و ویدای و سنسکریت از طرف دیگر می‌تواند به طور روشن آشکار سازد که زبان‌های ایرانی و هندو آریایی در زمان‌های قدیم هم از جهت ساخت گراماتیکی و هم از جهت ذخیره اساسی لغوی تا چه اندازه عمومیت داشتند. برای نمونه از این زبان‌ها بسیار کلمه‌ها را آوردن ممکن است که آنها در ساخت و معنا از هم فرقی ندارند و تفاوت تنها در بعضی خصوصیت‌های فونتیکی آنها مشاهده می شود. مثلا آب در زبان‌های ایرانی قدیم ان، در هندی قدیم هم ان، زمین مطابقاً بومی،
و بوهومی، باد وتا و وتا، تن تنو و تنو، دست زسته یا دسته و هسته، کلمه آواز، وجه و وجس، نام نامن و نمن، لباس وستره و وستره، پدر پتر و پتر، برادر براتر و برهاتر، اندر انتر، دو دو و دو، چهار چتور و چتور، پنج پنچه و پنچه، هفت هفته و سبته، هشت اشته و هشته، ده دسه و دشه، دوازده دوادسه و دوادشه، صد سته و شته و امثال اینها. مقدار این کلمه ها امروز نیز با بعض تغییرات آوازی فونتیکی در زبانهای معاصر ایرانی استفاده می شوند. مثلا در زبان معاصر تاجیکی کلمه آب، باد، تن، دست، نام، پدر، برادر، اندر، دو، چهار، پنج، هفت، صد و غیره امروز نیز استفاده می شود. مانندی استوار بین این زبانها در املا گراماتیکا، این نظام تصریف از جمله تصریف فعل نیز به نظر می رسد. همینطور دلیل‌های آورده شده گواهی می دهند که زبانهای هندی و ایرانی از یک مبدأ زبانی به وجود آمدند و اساسهای ساخت املایی، گراماتیکی و لغوی خود را از آن میراث گرفتند. بعداً با مرور زمان در زمینه زبانهای قدیمه ایرانی و همچنین هند و آریایی زبانهای نوی مستقل تشکل می‌یابند که به عقیده زبانشناسان آنها نظر به زبانهای قدیمه از یکدیگر تفاوتی بیشتر دارند. عمومیت دیگری که میان هندویان و ایرانیان قدیم دیده می شود در همرنگی و شباهتی زیادی دین و مذهب، جهانبینی حماسی و اساطیری، قصه و داستانها مشاهده می شود. ما این را می توانیم در قیاس آثار به ما رسیده پارچه های کتاب های مقدسی اوستا و ویده ها مشاهده نماییم که عمومیت زبان و آثار دینی و حماسی داشتنی این مردمان را نشان می دهد. تحلیل مقایسوی نشان می دهد که رسم و آیین و عرف و عادتهای این مردمان از قدیم الایام با هم خیلی نزدیک و مانند بودند. مخصوصا آنها در پرستش آتش، آماده سازی نوشابه مقدس خومه به هندی سامه، اعتقاد به سخن حکیمانه و سحرآمیز منتر از یکدیگر قریب هیچ تفاوتی نداشتند. نامهای زیادی خدایان و قهرمانان که هم ایرانیان باستان و هم هندویان قدیم آنها را گرامی می داشتند و در کتابهای دینی و حماسی خود ستایش می کردند. در هر دو زبان یک بوده است. مثلا میترا یکی از خداهای اساسی هر دو طایفه های قدیمه، وایو خدای باد و جنگ و وتا دیگر خدای باد را هر دو طایفه برابر می پرستیدند. یما پادشاه و قهرمان اوستایی پسر قهرمان مهرسان ویوهواند با قهرمان ویدی، یما پسری ویواسواند یک چهره محسوب می یابند. بعضی مفهوم‌های دینی از جمله ارتا به معنی حقیقت و عدل و انصاف که نظام جهانبینی دینی و عموماً تصورات نیاکان را معین می کرد و مربوط به خداها اسورا ورون ریگویدی و اهورا مزدای اوستایی بودند. برای هم ایرانیان و هم هندوان یک بوده است. اسورا و اهورا
هر دو معنی صاحب و حکمران را افاده می نمایند. حتی تصورات این قوم و طایفه های عهد قدیم دایر به پیدایش عالم نیز به هم خیلی نزدیکند. در بین هندوان و ایرانیان قدیم دایر به سه قبط کائنات، آسمان، فضا، بین زمین و آسمان و زمین سخن می رود که نشانه های هر یک قبط و خدایان آنها مانند همدیگرند. تاریخ شناسان و محققان تاریخ تمدن قدیم بسیار قصه و اساطیرهای به هم مانند این قومها را پیدا نمودند. مثلا به اندیشه محقق شناخته شوروی مردم شناس M.C. اندریف، اساطیر پدر آسمان و مادر زمین، دو والده بزرگی ریگویدا تا امروز در تصورات تاجیکان باقی مانده است. اندریف میخائیل ستیپانویچ 1873 1948 شرقشناس و مردم شناس شناخته روس و شوروی، محقق تاریخ و فرهنگ خلقهای آسیای میانه مخصوصاً تاجیکان و یکی از بنیادگذاران مکتب مردم شناسی تاجیک. مثلا در یزغلام آسمان را حالا هم دید، پدر زمین را نن، مادر می نامند و فصلهای سال را به مردانه، تیر ماه و زمستان ایامی بارشات و زنانه بهار و تابستان ایامی بار آوری جدا می کنند. چون این تصورات در ریگویدا جای دارد که زمین همچون مادر و آسمان همچون پدر چون جفتی جدا نشونده تصویر یافتند. چون این پدیده های به هم مانندی تصورات و اعتقاد را در آثار قدیمه دیگر خلقهای هندو اروپایی و هندو ایرانی نیز مشاهده کرده می شوند. اعتقاد تاجیکان مقیم کوهستان دایر به بوز کوهی که امروز نیز موجود است در بین دیگر خلقها از جمله مردمی دردی نیز باقی مانده است. دردی ها قوم و طایفه های آریایی و هندو ایرانی که از زمانهای قدیم در منطقه هندوکش و هیمالای سکونت داشتند. امروز تقریباً 5.5 میلیون نمایندگان این خلق در جمو و کشمیر و لدخی هندوستان، شمالی پاکستان و شمال و شرقی افغانستان زندگی می نمایند. نزدیکی و مانندی تام را می توان در رشته های اقتصادیات، طرز زندگی، تشکیل جمعیت و ساخت اجتماعی و سیاسی، میراث و عنعنه های عمومی قوم و طایفه های هندو آریایی و ایرانی نیز پیدا نمود. تحقیقات علمی نشان می دهد که طرز زندگی اجداد طایفه های هندو آریایی و ایرانی در عهد قدیم به هم مانند بوده است. آنها زندگی یخیله مقیمی یا نیم مقیمی داشته، به چارواداری و زراعت پروری مشغول بودند. باید قید کرد که اساساً کشاورزی ساحه دائمی خواجگیداری آریایی های قدیم بود، ولی چارواداری نیز شغلی مهم محسوب می یافت و چارواه همچون چینکی اساسی ثروت و نعمت به حساب می رفت. برای همین کلمه های زیادی به هم مانند در زبانهای قدیمی ایرانی و هندی که نام حیوانات خانگی، غله‌دانه، آلات مهنت و کشت و کار را افاده می کنند موجود می باشند. مثلا گاو و گاو، گاو، اسب و اشو، اسب، اوشتره و اوشتره، اشتر، قرشی و کرشی، جویک و شدگار، یاوه و یاوه، غله‌دانه. در زمانهای قدیم که آن را عهد آریایی نیز میگویند، اجداد هندی و آریایی از معدن و طرز کارکرد آن به خوبی آگاه بودند. در زبانهای ایرانی و هندی یک قطار نامهای فلیز که به هم خیلی نزدیکند باقی ماندند. مثلا قبیلی ایخ ایرانی و
ایس هندی. عموماً فیلیز یا خود میس، برنجی، دیرتر آهن، زرانیا یا درانیا ایرانی و خیرانیا هندی، تیلا، ارشاتا ایرانی و رجتا هندی، نقره و غیره. همین طور آلات مهنت از جمله آلات فلزی، سلاح جنگی به مثل نیزه و کمان نیز نامی یکخیله داشتند. مثلا دوچرخه های حربی به ایرانی رتا و به هندی رت بوده است. در تشکیل نظام حربی و اصول جنگی آنها نیز مانندی های زیاد مشاهده می شدند. مانندی و پیوستگی خیلی نزدیک را در ساختار تشکیلات خانوادگی، قومی و قبیلوی جامعه قدیم، عرف و عادت و نامگذاری آنها نیز میتوان مشاهده نمود. مثلا خانواده، دهه، جماعه به ایرانی ویس و به هندی ویش نامیده میشد. تحلیل های لغوی و مقایسه عنعنه ها آشکار می نمایند که عائله و خانواده های آریایی خیلی بر وقت در اساس اصول پدرشاهی تشکل یافته بودند. مهمترین گروه جماعه آریایی، گروهی در زمینه خویش و تباری و اصل و نسب از طرف مرد تشکل یافته بود که اعضایان عائله این خاندان را متحد می نمود. در نوبت خود یک چند چنین گروه متحد شده واحدی بزرگتری جامعه، قوم، جماعه و یا قبیله، اتحادیه جماعه را تشکیل می دادند. در جماعه ایرانیان و هندوان قدیم اعضایان گروهی خویش و تبار صاحبی حقوق یکخیله و وظیفه های مال و ملکی و مذهبی بودند. در هندوستان چنین گروه را گاترا و آریایی گوترا و در ایران زمین به فارسی میانه گهرک از کلمه ایرانی قدیم گوترا می نامیدند. مناسبت های اجتماعی داخلی جماعوی نهایت مرکب و پیش در پیش بودند. همه قشرهای جامعه حقوق برابر نداشتند. بعضی گروه ها دارای حقوقی کمتر و بعضی آنها گروه های تابع محسوب می یافتند. اهالی آزاد و کامل حقوق به 3 گروه تقسیم می شد: کاهنان، روحانیان، اشراف حربی و آدمان آزادی کامل حقوقی جامعه که چارواداران و برزگران بودند. معلومات پوره دایر به ساختار داخلی جامعه و ترکیب اجتماعی آن را به ما ریگویدا و قدیمترین بخش های اوستا، اینچنین آثار حماسی دیگر قوم های آریایی از جمله سکیف ها و اسیتین ها پیشنهاد می نمایند. در عنعنه های قدیمه هندو آریایی پیدایش و مقام هر یک گروه به یکی از طبقه های کائنات پیوست بود، از جمله کاهنان با آسمان، اشراف حربی با فضا بین زمین و آسمان، یعنی محیط خدای جنگ و اهل آزادی جامعه با زمین پیوست دانسته می شدند. وابسته به چنین تصورات هر یک طبقه رنگ معینی را به خود گرفته بود. کاهنان رنگ سفید، اشراف حربی رنگ سرخ، حتی نام قشرهای اجتماعی جامعه نیز از همین رنگ شکل گرفته است. به هندی ورنا و به ایرانی پیشترا، معنی هر دو رنگ است. اشرافان حربی مقام و منزلت خاص را صاحب بودند و در سرچشمه های تاریخی عهد قدیم آنها همچون جنگاوران دوچرخه سوار توصیف شدند. به اوستایی آنها را رتایشتر، عیناً در دوچرخه راست ایستاده و به هندی رتخشت ها می نامیدند.
در زبان هندی آنها را همچون قیشر، ورن، کشاتریه و به ایرانی گاها خشاتریه و یا خشاتر نیز می نامیدند. دوچرخه های جنگی به هندی رتخه و به ایرانی رت نامیده می شدند و استفاده آنها از پیشرفت کسب و هنر و استفاده فعال فلز گواهی می دهد. قبیله های آریایی را پیشوایان یا خود پادشاهان که از بین اشراف حربی تعیین می شدند سروری می کردند. آنها را به زبان ایرانی قدیم خشای که کلمه شاه از آن برآمده است و هندی قدیم کشای حکم راندن، حکم فرما می نامیدند. کلمه ایرانی خشاتر و هندی کشاتر که نیز معنی حاکمیت، حکمرانی، پادشاهی را دارد و افاده کننده معنی سرور را صاحب می باشد. مسئله نهایت مهمی دیگر این نام قوم و طایفه های قدیم ایرانی و هندی می باشد. در سرچشمه های تاریخی مخصوصاً متن‌های قدیم ایرانی و هندی آنها بیشتر با نام عمومی آریایی اشاره می شوند. در ادبیات علمی معنی اوله این واژه به شکلی نجیب، آزاد شهر یافته است. نام ایران امروزه نیز از همین واژه از شکلی قدیمه آریانم، کشوری آریانا پیدا شده است. در زمینه همین واژه آریایی نامهای زیادی دیگر از جمله آریاورت هندی، کشوری آریانا یعنی شمالی هندوستان امروزه که یکی از قدیمترین مرکز قبیله های آریایی است، استحصال اوستایی آریانم ویجه، پهنای آریانا، دیار افسانوی آریایی پیدا شدند. نام یک قطار قبیله ها از جمله قبیله میدی اریزانت ها، عیناً قبیله آریان، قبیله سرمتی آری، اتحادیه قبیلوی الان ها، نام اصلی اسیتین ها نیز از همین نام ریشه دارند. به این ترتیب معلومات های زبان هندی و ایرانی از پیدایش آنها از یک سرچشمه مشترک، شباهت نزدیک در دین و فرهنگ، ساخت اجتماعی و سیاسی، اقتصاد و طرز زندگی قبیله های ایران و هندی در ابتدای تاریخ خطی آنها اشاره کرده از عمومیت مشترک آنها در دوره آریایی شهادت می دهد. از این رو یگانگی هندویان باستان و ایرانیان قدیم نه تنها یک پدیده زبانی است، بلکه وحدت واقعی تاریخی است که در یک دوره معین و در یک سرزمین موجودیت خود را نگاه داشته است. بعداً با مرور وقت و رشد خواجگی و اجتماعی، پهشوی مردم آریایی تبار و دیگر زمینها به وقوع آمده، سببی به ایرانیان و هندو آریایی ها جدا شدن آنها گردیده است. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار ششم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاه مقدس داشتند
کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.